گفت همپای مکبوک M3 پرو باشه و در این حال نیاز گیمینگتون رو هم به خوبی برآورده بکنه. اما بهتون یه توصیه میکنم اگه دنبال خرید جی 14 اید سراغ مدل 4060 برید، چرا که برای ابعاد 14 اینچی و ضخامت باریک جی 14 گرافیک مناسب تریه و از اون سمت اونقدری توی کارهای حرفه‌ای از مدل 4070 کم نمیاره و تازه حدود 20 میلیون تومان ارزان‌تره. خیلی خوب، دمتون گرم که تا آخر این ویدیوی بررسی با من همراه بودید. اگر جای سوالی براتون باقی موند لطفاً بچه‌ها داخل بخش کامنت ها بنویسید و اگه هم از ما حمایت بکنید به ما کلی انرژی دادید. چجوری حمایت بکنید؟ همونطور که خودتون میدونید لایکش بکنید این ویدیو رو و اگه هم هنوز عضو کانال یوتیوب زومیت نشدید لطفاً سابسکرایب بکنید. مراقب خودتون باشید، حرف دیگه نمیمونه. خیلی مخلص.